یه روز توی یه کافه نشسته بودم. یه آقایی وارد شد که استایل خاصی نداشت. معمولی اما فقط با گذاشتن یه کلاه فدورا همه نگاه ها رفت سمتش. اون لحظه فهمیدم یه اکسسوری کوچیک مثل کلاه میتونه کل استایل یه مرد رو عوض کنه. امروز دقیقاً میخوام بهت بگم چه کلاهایی وجود دارن و کدومش به فرم صورت و استایل تو میاد. اول از همه کلاه فدورا، کلاسیک، خاص و مناسب مردایی که استایل رسمی یا نیمه رسمی دارن. معمولاً از نمد ساخته میشه. لبه متوسط و فرو رفتگی بالا داره. بهترین انتخاب برای کت و شلوار، پالتو یا حتی استایل هنریه. اگه فرم صورتت کشیده یا بیضی باشه، فدورا عالی میشینه. بخش 2، کلاه باکت. بریم سراغ استایل خیابونی تر. این همونیه که تو تابستونا زیاد میبینی. سبک، راحت و مناسب برای استایلای اسپورت. ولی حواست باشه اگه صورتت گرده بهتره از مدلایی استفاده کنی که لبه بزرگتری دارن تا تعادل بسازن. بخش 3، کلاه کپ یا همون بیسبال کپ. بدون شک پرکاربردترین کلاه دنیاست. از باشگاه گرفته تا استایل خیابونی همه جا جواب میده. اگه استایل مینیمال و جوان پسندی میخوای، کپ گزینه شماره 1. فقط دقت کن لوگوی کلاه خیلی شلوغ نباشه تا تیپ تمیز و مرتب بمونه. بخش 4، کلاه برت. بریم سراغ یه انتخاب خاص‌تر. استایل فرانسوی و خاصی داره و بیشتر برای مردای مناسبه که دنبال تفاوتن. با کت کوتاه، پالتو یا حتی استایلای آرتیستی خیلی جذاب میشه. ولی مهمه که اعتماد به نفس پوشیدنشو هم داشته باشی. بخش 5، کلاه بافتی. برای زمستونا عالیه، مخصوصا وقتی موهاتو نمیخوای حالت بدی. با استایل خیابونی، کت چرمی یا کاپشن پفی خیلی خوب در میاد. اگه صورتت کشیده است، مدلای شلترش رو انتخاب کن تا تعادل ایجاد کنه. کلاه فقط یه تیکه پارچه نیست، یه امضا برای استایلته. حالا تو بگو کدوم نوع کلاه بیشتر به استایل تو میاد؟ نظرتو تو کامنت بنویس تا ویدیوهای بعدی بر اساسش یه راهنمای کامل انتخاب کلاه برای فرم صورتت درست کنم. و اگه میخوای بدونی دقیقاً چه مدل کلاه، عینک، مو و لباس به چهرت میاد، لینک دوره بهترین باش دکاپوش رو توی دیسکریپشن میذارم. اونجا خودم کمکت میکنم تا استایل مخصوص خودتو بسازی.